بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. در درس دیروز ما و شما خواندیم که عبادت فکری چقدر اهمیت داره و درباره اهمیت عبادت فکری امو آیات و احادیث و روایاتی که بود ایره خواندیم و فهمیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه در مورد عبادت فکری چقدر تایید میکردن. یک تن از تابعین هستن به نام عامر ابن قیس رضی الله عنه میگه سمعت غیر واحد ولا اثنین ولا ثلاثه، میگه من شنیدم از بغیر از یک نفر و دو نفر و سه نفر، یعنی بیشتر از اینا، من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، میگه من از یا شنیدم از صحابه، میگه شنیدم از بیشتر از چند نفر که میگفتن که ندیال ایمان او نور الایمان التفکر، که روشنی ایمان و نور ایمان چی هست؟ تفکر است که انسان درباره مخلوقات الله و در هر چیز تفکر بکنه. از لقمان حکیم هم یک قول روایت شده، میگن که لقمان حکیم میگفت که ان طول الوحدت افهم للفکر، انسان که زیاد تنها بشینه بر فکر کردن خوب فرصت پیدا میکنه، و طول الفکر دلیل علی طریق الجنه، و زیاد فکر کردن در مخلوقات الله، در قدرت الله، در وجود خود انسان، ای کلش سبب چی میشه؟ راهی است به طرف جنت. پس سفیان ابن عیینه رحمه الله چی میگه؟ میگه تفکر کلید رحمت است. تفکر کلید رحمت است. بشر ابن حارث حافی رحمه الله میگه که میگه لو تفکر الناس فی عظمت الله، اگر مردم در عظمت الله فکر میکردند، اگر مردم در عظمت و بزرگی الله فکر میکردند، ما عصوا الله، هیچ وقت معصیت الله را نمیکردند، هیچ وقت. چون به عظمت الله و قدرت الله، مثلا شما اگر در یک اتاق شیشتین و تنها هستین و فکر بکنین که مرا کی میبینه در این اتاق، من تنها هستم، آیا من تنها هستم؟ یعنی که من تنها هستم، این غلط است. در هر جایی که ما و شما باشیم تنها نیستیم، الله با ما هست، ما را میبینه، مراقبت میکنه، با علم خود، با قدرت خود با ما هست. تشبیهش نمیکنیم با یک جای بودن مخلوق. ملائکه کرامن کاتبین همراه ما هست، دو ملائکه که یکی پیشروی است و یکی پشت سر است به نام حفظة الکرام، که ما را از آسیب‌های جن‌هاوی یا حفظ میکنه. یک مؤمنه او امرای ما و شما هست. دشمن خطرناک ما و شما که ما را وسوسه میکنه، شیطان امرای ما هست. و از او کدام خطرناکتر دشمن نفس اماره به سو هست، این هم امرای ما هست. پس ما در این جای تنها نیستیم. اینال یک نفر اگر در یک جای می باشه و تنها هست و فکرش، تفکرش دیگه است که خالق متعال مرا میبینه و ملائکه مرا میبینه، جرأت گناه برش پیدا میشه؟ گناه کرده نمیتونه. اما چون ما و شما بسیاری وقتا شیطان چی میکنه؟ فکر ما را دیگه طرف میبره، در شهوات و در خواسته ها. پس الله فراموش انسان میشه، ملائکه فراموش میشه، انسان مبتلا به گناه میشه. عبدالمجید وعلان یکی از علما هستند، کتابای درباره عقیده دارن. اینا میگن که التفکر یزید الایمان فی القلب، تفکر میگه انسان ایمانش در قلب زیاد میکنه و یقویه، او را قوی میسازه ایمانش. تفکر ایمان قوی میسازه. میخوای ایمانت قوی باشه،
میخوای شیطان وسوسه نکنید. بسیاری دوستا پیش ما میگه والا من زیاد مشکل وسوسه دارم، شیطان مرا وسوسه میکنه، گاهی خوف مرا زیاد میبره، گاهی رجای مرا زیاد میبره، گاهی من ناامید میشم. اگر تو تفکر بکنید در صفات الله متعال، در قدرت الله متعال، در مورد آخرت، این کل گپا از پیشت دور میشه، ایمانت قوی میشه. و یرسخ الیقین، میگه این ترسیخ میته چی را خوب راسخ میسازه یقین انسانه. و یجلب الخشیت لله تعالی و تعظیمه، این سبب کسب خشیت میشه. بعضی کسا میگه من در نماز خشوع ندارم، چرا تو درباره قدرت و عظمت الله متعال تو فکر نکردی؟ فکر کردی که ذات با عظمت است که من در مقابل از قرار دارم، در مقابل ذات با عظمت قرار میگیرم. وقتی شما دعوتتان میکنن که پیش فلانی شخص است، یک شخص بزرگ است، مثلا یک انسان است لکن یک کمک مقام بلندتر داره، فورا لباسایتان رو جور میکنین، لباس جور میکنین، کلاه را جور میکنین، بعضی اوقات موی را خوب جور میکنی و عطر میزنی و کل چیزا را، والا کجا میری بسیار با ادب میری سات میشی، سلام میتی، آیسای سگب میزنی. اما این انسان وقتی که در مقابل خالق متعال سات میشه، باز طبله میزنه، میرقصه، عطر میپرته، قرتک میزنه. چرا این کارو کردی؟ با عبادت میکنه. برای یک مخلوق با بسیار احترام و عزت استاد میشه و در مقابل خالق متعال با این بیادبی قرار میگیره، باز نامش عبادت میمونه. الله متعال میگه مشرکات چه قسم عبادت میکردن؟ و ما کان صلاتهم عند البیت، نبود نماز مشرکا پیش بیت الله شریف الا مکاء و تصدیه. مشرکین ابو جهل نماز میخواند و میخواند. به چه قسم میخواند؟ به طریقه خود. چه قسم نماز میخواند؟ مکاء و تصدیه. مکاء چی میگم؟ یک انگشت خدا با انگشت دیگه خود میگذاشت ددان خود اشفلاق میکردم. یگان کفتر بازار کیده باشن اوتا، یگان کلینرها مدت دارن میکنن، این نماز جور کرده بدن، کفتر بازی ده نماز جور کرده بدن. و یک چیز دیگه چک چک میکرد. کجا میری نماز خواندن؟ و هم قدر میکردن. پس آن باز یکی دیگه آورد دولم داخل کرد، دیگه سرنای داخل کرد، دیگه رقص داخل کرد، دیگه تنه داخل کرد. این کل زیر چی کردن؟ در دین داخل کردن. در حالی که الله متعال چی میگه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آل اینمی خشوع. این عالم چی میگه؟ میگه اگر تو تفکر بکنی امی خشوع را در عبادت الله بر تو نصیب میکنه. که در نماز تو عبادت بکنی. یک صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و مجموعی صحابه نماز میخواندن. وقتی که نماز میخواند در جریان نماز خواندن به اندازی در مقابل الله متعال خشوع داشت، آرامش داشت که می تمام اعضای بدن از این مثل یک چوب خشک میگشت. بعضی اوقات دم اطراف کعبه کبوترهایی که بودن اینا می آمدن و بالای شانه ها و بالای سر از این صحابی می نشستن. این صحابی زیاد قرآن تلاوت میکرد، در مقابل کعبه استاد میشد، قرآن تلاوت میکرد و همون تو استاد بود با بسیار خشوع. نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد که این پرنده ها می آمدن این خیال درخت میکردن و سر شانه از این صحابی مبارک میشیشتن. این حال ما و شما اگر تفکر داشته باشیم، مثلا شما دمی درس میین، فکر کنیم والا ما درس مییم، درس چی است؟ درس قرآن است. قرآن کلام الله است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر می تفکر داشته باشی آیا درست نمیشینی؟ بسیار با ادب نمیشینی؟ اگر این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و آله دربارش فکر کرده باشی که مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، جمع نمیشه یک تعداد از مردم در خانه از خانه های الله. حالی مسجد خانه الله هست نیست؟ کل ما و شما جمع شده یعنی یذکرون الله، ذکر الله را میکنن نمیکنن؟ و یتدارسون، درس نمیخوانیم، کتاب الله را نمیخوانیم، قرآن را نمیخوانیم، احادیث بیان نمیکنیم. اینا میگه یا چی میشه؟ میگه حفتهم الملائکه، ملائکه میان در اطراف ازی میشینه، گوش میگیرن. آیا درست است، معقول است که ملائکه بره با ذات ذوالجلال خبر بده که یا الله کلام تو تدریس میشه و فلان شخص به خاطر تلفن
درس قرآن ترک میکنه میره ده بیرون، امی جرأت پیدا میکنه. یا تلفن خود روشن میمانه، امی درس تشویش میکنه. یا که پالو فایل خود قصه میکنه و اونجا آیت قرآن خوانده میشه. الله میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگه سر کوی را نازل میکنیم لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. تو انسان چی کرده که تو بی تفاوت هستی؟ ارزش و احترام و حرمت و ادب مجلس قرآن حفظ کرده نمیتونی. خب این برنامه لایف نشر میشه و کل دنیا ایره میبینن، از دوستا که دشمنا بیشتر میبینن و حتی کافران میبینن. وقتی که میبینن میگه تو اینقدر بیادب هستی در مقابل کتاب الله، اینقدر بیادب هستی در مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما وقتی که در یک میتینگ میریم، در یک جلسه میریم، تلفن ما بند است، 100 تلفن به جواب نمیتیم، میشه بیخی تلفن خدا او طرف میمونیم. برشان میگم من 1 ساعت 1.5 ساعت میتینگ دارم همراه یک مخلوق، تو امیال در مجلس شیشتی که کلام الله بر تو بیان میشه، امی ادب چرا نگاه کرده نمیتونی؟ یک معلم شاگرد ما بود در زمین شناسی، یک روز بر من گفت استاد من که یک کافر 3 ماه کار کردم. 3 ماه کار کردم. بعد از 3 ماه کار کردن گفت این کافر آماده شده بود، تقریبا 90% آماده شده بود که مسلمان شود. 90%. لکن یک مسلمان دیگه گفت همین 90% از این خراب کرد. پس ایره به 0 آورد. چی کرد؟ گفت من نماز میخواندم، یک مسلمان دیگه که در اتاق کت ما بود گفت کافر وقتی که من نماز میخواندم سهل میکرد، میرید که من رکوع میکنم، سجده میکنم، خشوع میکنم، در مقابل الله ایستاده هستم، سکون برم حاصل میشه، آرامش حاصل میشه در نماز. میگی کافر شیشه بودم سهل میکرد، حتی تق تق نمیکرد. میگی یک همکار محمد دروازه رو باز کرد، دید که من در نماز هستم، آمد می سر نماز بر من گفت که من جای میرم که نمی کلید میگه نه برات ماندم، باز من رفتم. میگی کافر گفت تو کت خالقت گپ میزدی و این مسلمان آمد بین گپ زدن تو و بین سخن گفتن با خالقت شما را قطع کرد و کلید بر تو داد و تو در عین نماز هستی. نه معلوم میشه گپای شما درست نیست، شما ادب با خالقتان ندارین. بنابراین ما به خاطر این بیادبی معذرت میخوایم دیگه، با امرای ما بحث دینی نکن. فبأي آلاء ربكما تكذبان وقتی که نازل شد صحابه خاموش بودن. رسول الله صلی الله علیه و گفت که شما چرا خاموش هستین؟ ما به جنها گفتی تلاوت کردم، گفتم برشان وقتی که آیت میخواندم که فبأي آلاء ربكما تكذبان، گفت جنها جواب میگفتن که ولا نكذب بآلائك یا رب العالمین. شما چرا خاموش هستین؟ بگوین جواب قرآن. وقتی سوال میشه باید متاثر شوی، وقتی که عذاب الله بیان میشه باید بترسی، وقتی که رحمت الله بیان میشه باید خوشحال باشی. این کلش مجموعه چی است؟ مجموعه از آدابی هست که سبب چی میشه؟ خشیت و سکون در عبادت الله میشه. و ابن سعدی یک مفسر قرآن است، این در کتاب تفسیر خود چی میگه؟ او در تفسیر خود میگه که التفکر و عبادت من صفات اولیاء الله العارفین. تفکر کردن، التفکر و عبادت، تفکر چی هست؟ عبادت است. من صفات اولیاء الله، از صفات اولیاء الله تفکر است. اولیاء اللهی که عارف هستن، خوب معرفت دارن، الله را خوب میشناسن. قال تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء. یقینا از الله کی زیاد میترسن؟ کسایی که عالم هستن، عظمت خالق میشناسن، عظمت الله را درک میکنن، صفات الله را درک میکنن، قوت الله را درک میکنن. اینا از این خاطر عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه الفکرة فی نعم الله عز وجل من افضل العباده. در نعمتهای الله تفکر کردن بزرگترین عبادت است. درباره اعضای بدنت هر کدامش فکر بکن. فقط درباره اعضای بدنت که فکر میکنی 1 ساعت بشی، یک عبادت بسیار بزرگه بکن. فقط اما قدر 5 دقیقه 1 ساعت فکر بکن مثلا من اینی نعمت نمی داشتم. اینم قرار درباره وجود خود فکر بکن، باز ببین که الله چقدر ذات رحمان رحیم است، چقدر تو را دوست داره، چقدر نعمت ها را بر تو داده. این چشمایت خوب سعی کن، باز بگو اگر نمی داشتم ایره چند می خریدم. این مویای زیبایی سعی کن بگو اگر نمی داشتم باز چی می کردم.
از جنتی مپرس که جنت چه سان است و از دوزخی بپرس که اعراف بهشت است. اگه پیش دوزخی بری و پرسانش بکنی که شما اگر در یک شفاخانه برین از یک مرض قلب پرسان بکنی. والله من یک وقت تکلیف قلبی داشتم، در شفاخانه فرانسوی رفتم، اما دکتر چون مرا احترام کرد اتاقشان گفت استاد معاینات شما از خیر زده معاینه خانه ما بشینین. 6 تا بودم دیگه مرضای قلبی می آمدن. سر خود شکر کردم که یا الله از من خود بسیار کم بود. یکی میگه که قلبش بیخی سوراخ است، یکی رو ببینی که در گردایش سنگ است، قلبش هم بند است، یکی رو ببینی که چیال است، یکی اینجور گرافیک کفایت نمیکنه، اینجور پلاستیک هم باید شوه. یک کس رو ببینی که مثلا برش دکتر میگه که 4 لک مصرف داری و او بیچاره 50,000 کل سرمایه‌اش است. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه میگه که الفکرة فی نعم الله عز وجل من افضل العباده، بهترین عبادت است. لکن متاسفانه عبدالله ابن عتبه میگه من از ام الدرداء سوال کردم که بهترین عبادت ابی الدرداء رضی الله عنه چی بود؟ از خانمش پرسان میکنه، میگه بهترین عبادت چی بود؟ میگه التفکر و الاعتبار، تفکر کردن و عبرت گرفتن بود. در هر مخلوق الله فکر میکنه. کدام روز در چشمت فکر کردی؟ در گوشت فکر کردی؟ در قلبت فکر کردی؟ این حافظه زیبایی که داری دی فکر کردی؟ میتونستی سپاره قرآن حفظ بکنی مکمل با زیر و زبر با همه چیزش. از کجاست این نعمت الله هست؟ یک کس دیگه را در نظر بگی که حتی قل والله احد حفظ کردن نمیتونه. شکر نعمت بکن. و اگر همین نعمت ها کم می بود چی میکردی؟ در عقلت فکر کردی؟ در هوشت فکر کردی؟ اگر الله عقل از پیشت بگیره کی برات عقل میده؟ خوب کلان رو شهر آدمای پیسه دار است. یک نفر در روی سرک همی قسم میگشت دیوانه. ما گفتم این بیچاره است که گفتی چند تا موتر شخصی داره، چقدر زمین داره، کل امکانات داره، اما اونجا قرار در روی لب سرکش که تا حیوانات گپ میزنه. شکر نعمت الله را بکنیم. این کلش چی هست؟ عامر ابن عبد قیس رحمت الله علیه میگه که خب ابن سعدی را هم گفتیم، این هم یک مفسر قرآن است. باز چی میگه؟ این میگه وعلم ان حیاتک تبع لافکارک، زندگی تو تابع افکارت است. اگر فکر داشتی آزاد هستی، اگر فکر نداشتی یک انسان بسیار ذلیل هستی. همیشه تابع استعمار، غلام استعمار کی هست؟ انسانهای بی فکر و بی اندیشه هست. یک وقت همی گاندیجی که در هند میگن اگر چی اون دو بود، یک روز که ملکه بریتانیایی را خواست، گفت باش که گاندی من ملاقات بکنم. گفت چی که پس؟ گفت هندوستان بسیار جنجال است، مسلمان ها جهاد میکردن، کافرایشان مبارزه میکردن به خاطر آزادی هندوستان. ملکه بریتانیا گفت من مرتبه همی رهبر از را بخوایم ببینیم که یا لیاقت آزادی را دارن یا ندارن. اگر لیاقتش داشتن برشان آزادی میتیم، اگر نداشتن غلام باشن. خب گاندی را خواستن، گاندی رفت، خودش هم رفت و یک دانه بزام کت خدا ورده، یک برجی کام کت خدا ورده و یک لنگک بشیده. گاندی را پرسان کت ملکی بریتانیا گفت چی بس تو یک لیدر هستی، یک رهبر هستی، دریشی لکس نفرای خدا گفت نه من از دریشی میریشی و از لباسایتان کار نمیگیرم. گفت باز چی میگه؟ کا چی میگه؟ گفت ما آمدم فقط امرای تو به خاطر استقلال وطن خود گپ بزنم. ای بوزه به خاطر از یه آوردیم که ما 2-3 روزه که در انگلستان میباشم نان شما را نخورم، به خاطر که اگر نان تا نبخورم باز میده ما قابلیت استعمار را پیدا میکنه، نان تا نباید نخورم. و ای بوزه ما آوردیم که از این شیر ازیم استفاده کنم، فقط این شیر ازیم میخورم که زنده بانم، من تا نان شما را نخورم. و این کار به خاطر از آوردیم که بوز ما هم میدهش با نان شما چتل نشه، سبزی انگلیس نخوره. برش کاه از هندوستان آوردیم و این لباس به خاطر ازی پوشیدیم تا وقتی که خود ما آماده نشیم که بر خود تکبه بافیم مردم ما. من نمیخوام از دریشای انگلیس استفاده کنم که باز شخصیت ما از بین میره، فکر ما از بین میره، متاثر میشم به غرب و به غلامی تو آماده میشم. میخوایم بمرم
در سردی انگلستان و میخوایم به لباس زندگی بکنم و میخوایم که خونم بریزه توسط دست شما، خب شما تسلیم نشیم. و تو که خدا بسیار آرایش کردی و لباس بسیار لکس پوشیدی و بسیار فیشن کردی و بسیار قصر دادی و شخصیت و انسانیت مردم انگلیس در کوچه های هندوستان به این سعی کنید شما چقدر مردم وحشی هستین، قاتل هستین، جنایتکار هستین. بین وطن ما سعی کنید که شما چقدر با هم بارد میکنین، چقدر میکشین، چقدر جنایت میکنین به وطن خودت، به هتل خودت که اکسکیوز می میگی. اینمی شخصی که در اینجا اکسکیوز می 100 دفعه میگن، در وطن ما وقتی که آمد برای حیوان درنده مبدل میشه که خون ما را میریزانه و ما تا آخرین قطره خون خودم میریزانیم به خاطر از اینکه تاریخ زندگی ما تاریخ انسانی باشه و شما خون ما را ریختانده برین و بمبارد کرده برین به خاطر از اینکه تاریخ شما تاریخ جنایت ثبت شود. خلاص گفت رفتم مجلس ختم. ملکه انگلستان کل مشاورین خدا خواست، کابینه خدا خواست، گفتی مردم حق دارن که برشان چی داده شود؟ آزادی و استقلال داده شود. پس استقلال اول از کجا شروع میشه؟ از فکر شروع میشه. وقتی که فکر غلام شد، به طبله انگلیس رقصیدی، به ساز انگلیس رقصیدی، به ساز امریکایی رقصیدی و برنامه های استعمارگرا تسلیم شدی، در مجالس از اینا شیشتی و از رفتن از اینا خفه شدی و موجودیت از اینا را فخر دانستی. این قابلیت استعمار میگه. باز وقتی که فکرت قابلیت استعمار داشت، باز ای اعضای بدن تو حق آزادی را ندارن. گاهی غلام روس میشی، باز اگر روس رفت غلام امریکا میشی، اگر امریکا رفت غلام چین میشی، اگر چین رفت غلام افریقایی میشی، اگر کلش نبود غلام یک حیوان میشی. چرا فکر نداری؟ از این خاطر در قرآن چی مهم است؟ فکر و تفکر که انسان خود بشناسه، شخصیت خود بشناسه، خالق خود بشناسه، عزت خود بشناسه. ضرور نیست وقتی بلال حبشی را امیه ابن خلف در زمین گرم و سوزان خود داده بود، بالای شکمش سنگ مانده بود، برش گفت امیه تو میتونی جسد مرا تحت تاثیرت قرار بدی و تعذیب بکنی، اما ایمان مرا و روح مرا و فکر مرا و عقیده مرا هیچ وقت تحت تاثیرت آوردن نمیتونی. و صدا میکرد که احد الله یکیست، بتها باطل است، عقیده از اینا غلط است، دین از اینا و بت پرستی از اینا و مخلوق پرستی از اینا کلش غلط است. کی کامیاب شد در نهایت؟ امروز مردم به افتخار نام بلال میمانه. کدام کسی هست نام بچی خودم ابن خلف مونده باشه یا ابو جهل مونده باشه؟ یا کسی هست که افتخار بکنه که من از نواسای امیه ابن خلف هستم؟ اگر باشم پت میکنه. اما بلال کلگی افریقایی کلشان کسان که میشه اشتباه میفتن. نحن من اتباع بلال. اگر لبای ما کتکش هست، اگر چیریم سیاس هم تو کسی که شخصیت عالی داشت. از همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت فتح مکه اموت یک انسان با فکری را سر بام کعبه بالا میکنه و میگه برو بلال سر بیت الله بالا شو و صدای الله اکبر تو بلند کن. دیگر روز بلال شیشته رسول الله صلی الله علیه و سلم میای برش میگه یا بلال شب من رفتم با ملائکه جنت برای نشان میدادن. جنت دیدم، در داخل جنت صدای پاهای بلند میشه. پرسان کردم از جبریل، همین یا جبریل یکی هست که در جنت قدم میزنه؟ که بی صدای نعلهای بلال است. چی کردی یا بلال که مستحق جنت الله شدی؟ صدای پاهای تو در جنت شنیده میشه. به خاطر که بلال انسان است،
تسلیم استعمار و استکبار جهانی نمیشه، تسلیم طاغوت نشد، سنگ سر شکمش گذاشته شد، لکن کلمه احد از زبانش دور کردن نتانست. و همین قسم انسان است که افتخار میکنه و رسول رسول بشارت جنت برش میده. جنت با چهره حاصل نمیشه، جنت با قواره حاصل نمیشه، جنت با زیبایی اندام حاصل نمیشه. بسیار تکواندو بازا هستن، کانفو بازا هستن که در کشورهای خارجی برای مسابقه میرن، مسلمان میرن پس کافر میرن. چرا؟ پیش مجسمه یاکوهاما و پیش مجسمه امو کلانای از اونا که بت پرست هستن در مقابل از او سر خود خم میکنن. جنت با ایمان، با عقیده، با فکر، با اندیشه حاصل میشه، ولو که انسان بسیار ضعیف باشه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یک صحابی هست، بسیار لاغر است، بسیار ساقهای پاش بسیار مین است. یک وقت در درخت بالا میشه، میوه چیزی را میخواه از درخت بکنه، از پایان که سیلش میکنن یگان تا خنده میکنه. چقدر میگه ساقهای پاهای عبدالله بن مسعود مهین است، چقدر لاغر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگه که او مردم، این ساقهای پای بلال در ترازوی میزان در روز قیامت بسیار گران میباشه. مفسرین از استنباط میکنه که حتی انسان مسلمان با جسمش در ترازوی میزان گذاشته میشه. بسیار انسان‌های چاقی هستند که به اندازه پشه بال پشه ارزش نداره و بسیار انسان‌های لاغر و ضعیفی هستند که مثل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پیش الله بسیار ارزش دارد تا جسدش ولو که بسیار ضعیف و نحیف و لاغر باشه. یکی از خطبای اسلام در خطبه روز جمعه داد میزنه. یک موسوعه است به نام موسوعه الایمان، الایمان و سعادت و شفاء. سخنهای از خطیب نقل کرده بودن، من از اونجا گرفتم. او چی میگه؟ با صدای بلند میگه او مردم، عبادت تفکر از عبادات است که او را مردم در این زمان فراموش کردن. متوجه هستین؟ عبادت است که مردم فراموش کردن. به هر صورت الله متعال در قرآن عظیم شان چی میگه؟ سوره یوسف آیت 105 و کأی من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي و بسیار من آیت از آیات ها، یعنی دلایل قدرت الله متعال است که فکر انسان می سازه، انسان ایمانش قوی می سازه. این دلایل و نشانه ها و معجزه ها که دلایل قدرت الله متعال هست، فی السماوات در آسمان ها هست و الارض و در زمین است. امرون علیها، این مردم بی فکر و بی اندیشه، بی ایمان، بی شخصیت از این مرور میکنن و هم عنها معرضون، از او اعراض میکنن. یعنی درباره از او فکر نمیکنن، تدبر نمیکنن، نمیبینن که چی آسمان است و چی زمین است و چی مخلوقات است و در زمین به هزارها موجودی هست که هر کدامش قدرت و عظمت الله را بیان میکنن. علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه در تفسیر طبری چی میگه؟ میگه یقول الله عز وجل و کم من آیت فی السماوات والارض لله. بسیار از آیات
و دلایل قدرت الله در آسمان ها و زمین است که برای الله هستند و عبرت و حجه که اینا برای عبرت هستند، برای پند هستند و حجت و دلیل هستند. و ذلك و این دلایل قدرت الله متعال كالشمس مثل آفتاب و القمر مثل محتاب و النجوم مثل ستاره ها و نحو ذلك من آیات السماوات و دیگر از دلایل قدرت الله در آسمان ها و کالجبال و مانند کوها و البحار و بحرها و النبات و نباتات و الاشجار و درختها و غیر ذلك من آیات الارض و دیگر دلایل قدرت الله در زمین یمرون علیها. ایگه پای علامه ابن جریر طبری هست رحمت الله علیه، میگه یعاینونها. یمرون علیها چی معنی؟ یعاینونها، ایره معاینه میکنن، میبینن، مشاهده میکنن، سهل میکنن. فیمرون بها معرضین عنها، از اینا تیر میشن، اعراض میکنن. لا یعتبرون بها، از هیچ پند و عبرت نمیگیرن. ولا یفکرون فیها، و درباره ازی فکر نمیکنه. و فیما دلت علیه من توحید ربها، و آنچه که دلائل وحدانیت الله متعال ثابت میکنه. و ان الالوهیت لا تنبغی الا لله الواحد القهار، اینا ثابت میکنن که وحدانیت و الوهیت شایسته نیست مگر بغیر از خالق یکتا. یک عالم بود، این عالم از چکسلواکیا بود، حالا فعلا جدا شده، سابق به نام چکسلواکیا میگفتن، حالا چک علیحده شده و سلواک علیحده شده. این عالم از جمهوری چک است. این دانشمند آمده بود در دوبی. در دوبی یک کنفرانس گرفتن. این کنفرانس بسیار کنفرانس بزرگ بود، اعلان کردن از طریق میدیا که یک عالم ساینسدان بزرگ مسلمان شده و این میخوای قصه مسلمانی خود بر شما بیان بکنه. من این کنفرانس رفته نتونستم دیگه، من دیگه قدر امکانات نداشتم، لکن از طریق تلویزیون، از طریق فیلم یا پای را دیدم. این عالم دانشمند پرسانش میکنن How do you accept Islam؟ تو چه قسم قبول کردی اسلام را؟ یعنی چی سبب شد، چی علت شد که تو باید مسلمان شد؟ این میگه ما در یک خانواده کافر تولد شدم، unbeliever، بی ایمان، بی باور، ملحد، و در یک مملکتی که الحاد بود، مربوط اتحاد شوروی بود مملکت ما، اونجا هم این چیز تقریبا تا سن 30 سالگی ما اصلا هیچ باوری به خالق آسمان ها و زمین نداشتم. و در پالی ازی که ما به این باور نداشتم رد هم میکردم. دین بسیار بد میامد، خصوصا مسلمان ها که میدیم بسیار بد میامد، چون تبلیغات زیاد بود. ولی میگم من در طول زندگی خود به ساینس بسیار علاقه داشتم. وقتی که دانش ساینسی من میگه بالا رفت، یکی طور است دمی هر چیز که در ملایام که نیمچه ملا بودی دشمن دین هستی، در ساینس هم اگر صحیح ساینسدان نبودی کافر میشی، در هر رشته که نیمچه ماندی خرابی میکنی. اما اگر در هر رشته خوب قوی شدی، باز اونجا دستاورد قوی می داشته باشی. این میگه من وقتی که خوب ساینس یاد گرفتم، خوب ساینسدان شدم و معلومات ساینسی من زیاد شد، ما با هیچ عالم دینی گفت مقابل نشده بودم، تنها ساینس بود. وقتی من با آسمان ها و زمین با تلسکوپ می دیدم و در زمین و در وجود انسان، در اناتومی و فسیولوژی وجود انسان در لابراتوار و این جهان مطالعه کردم، یاره دیدم از طریق ساینس قناعت حاصل شد که این کائنات، این مخلوقات، این آفتاب، این مهتاب، این کهکشان ها، این سیارات بدون خالق نیست. پس به وجود الله ایمان پیدا کرد. خالق هست که خلق. و ما طابال میگم ما کدام didn't see any secular of Islam، هیچ دانشمند اسلامی رو من ندیده بودم. didn't meet with them، امرایشان ملاقات نکرده بودم. همه and do one call me to Islam، هیچ کسی امر دعوت به اسلام نکرده بود، بلکه میگه معلومات ساینسی که من درباره کائنات دیدم، این کائنات، این ساینس برای من ثابت کرد
که جهان این سیستمی که وجود داره بدون خالق نیست. گفتی سوال اول ما ساینس حل کرد. The second question گفت پیشمت سوال دومی بود و این بود که آیا این چندین خالق هست یا یکی هست؟ باز به ساینس مراجعه کردم، چون پیش من سکالر آف اسلام که من از پیش از او پرسان کنم که بیا برای ما تشریح بدی، کدام عالم دینی وجود نداشت. میگه باز به ساینس رجوع کردم. مرتبه دوم وقتی به ساینس رجوع کردم باز میگه چی رو کشف کردم از طریق ساینس؟ میگه کشف کردم که این آفتابی که با این قوت و با این حرارت است، این انرژی که در وجود من نیاز است و انرژی رو برای من میته لکن مرا در نمیته. متوجه شدید؟ این سیستمی که در دنیا هست و این چیزهایی که مثلا در ساینس هست که ما میفهمیم چقدر خطرناک هست، لکن این کلش برای من خطر ایجاد نمیکنه. این سیبی که در درخت است و میوه از این درخت با میده من سازش داره. پس ساینس برای من گفت که اونمو خالقی که آفتاب خلق کرده، اونمو خالق اینمی انسان هم خلق کرده. با مو آفتاب امی خالق گفته که به این اندازه تو انرژی برای انسان بده که ایره در نتی. اگر دو تا خالق می بود میگفت با ما چی؟ این انسان تو پیدا کردی، آفتاب ما پیدا کردیم، آفتاب ما دلش بایسیکلش هر چی که میکنه خلاص کار خدا پیش میبره. در صورت انسان حریق میشد. الله متعال در قرآن چی میگه؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. فاسد میشد. اگر دو خدا وجود می داشت، دو اله وجود می داشت، دو معبود وجود می داشت، کل جهان فاسد میشد. یکیش میگه شب باشه و دیگهش میگه روز باشه، هر دوش قوت دارن. یکیش میگه فلانی زن باشه و دیگهش میگه همین مرد باشه. عالم ساینسدان میگه این آیت نمیفهمیم، میگه وقتی که من یاره دیدم که میوه با میده ما سازش داره، آفتاب با وجود ما سازش داره، هر چیز طبیعت با ما سازش داره، اکسیژن با ما سازش داره. پس اینجا میگه ساینس برای ما ثابت کرد که خالق آسمان ها و زمین و انسان و حیوان و نبات ذات یگانه هست. پس میگه من از طریق ساینس اصل لا اله الا الله. بلکه میگه مشکل موازه چی بود؟ محمد رسول الله بود. من نمیفهمیدم که کی است و مشکل ما با قرآن بود که آیا قرآن کلام الله هست. میگه من نخواستم که همین قسم جاهل باشم، چون من از طریق ساینس آمدیم به وحدانیت الله فهمیدیم. ما باید کتاب الله را و پیغمبر الله را هم باید چی کنم؟ پیدا بکنم. میگه رفتم تورات خواندم. وقتی تورات خواندم، در تورات میگه یهودی‌ها نوشته کردن if you are not Jewish اگر تو یهود نباشی تو هیچ انسان نیستی. این دین که است، این خدا که است، این عقیده که است، این پیغمبر که است، این جنت که است، کلش برای کی است؟ برای یهود است. if you are not Jewish so میگه من برش گفتم نه میگه من برش گفتم او خالقه که اقام مهربان است که بر من زبان داده، ای قلب داده، ای هوش داده، ای فکر داده، ای اندیشه داده. این نمیتونه متعصب باشه. خودش مرا در چک پیدا کرده، باز مرا باید تو به خاطر که در چک را پیدا کردیم تو جنتی نیستی و تو جنت نیست. پس ما فهمیدیم که کتاب یک تعداد انسان‌های متعصب دست زدن. اگر کتاب آسمانیان باشه چنجش کردن. بنابراین من برش گفتم که قناعت من حاصل کردن نمیده. تورات رفتم انجیل خریدم. انجیل که خریدم گفت که خواندم بایبل یک صفحهش بسیار قصه‌های جالب و خوب شطرش. وقتی که به صفحه دیگه‌اش میبینیم که این صفحه اولش با صفحه دومش در تضاد است. در صفحه یک صفحهش میگه که آدم اگر از این میوه جنت بخوری باز میموری. در همونش در بایبل ازیه نشته است که اگر از این میوه بخوری میموری. در صفحه دیگهش وقتی که میگه آدم از درخت خورد لکن نمرد. هیچ قسم.
در یک صفحش میخونم که عیسی در یک منطقه رفت بر شاگردای خود گفت ما برم عبادت خالق خدا بکنم و ما بنده خالق یکتا هستم. در صفحه دیگهش باز میگه عیسی بچه خداست. در صفحه دیگهش میگه که عیسی خودش خدا هست. او این چه قسم گپ است؟ در هر صفحهش یک گپ نو بزد گپ دیگهش. ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. میگه هم قناعت ما حاصل کردن انتونس گفتم نه خالقی که آسمان با دقت و با قوت پیدا کرده و زمین رو کنترل میکنه. یک کتاب خدا این کتابش این قسم میگه نه دی دست زدن انسان ها کار خدا کردن. بالاخره میگه درباره مسلمان میگه من از اول که مسلمان ها بسیار اساسیت داشتم با برای من گفته بودن قرآن هم کسی کتاب نوشته محمد است صلی الله علیه و سلم و اصلا مسلمان ها بد مردم هستند، بسیار بد اخلاق هستند، بسیار تمام صفات زشت هستند، نسواری هستند، سیگارتی هستند، بوغی هستند، بسیاری هستند دیگه مشکلات دارن و بیدین هستن و ای هستن. خب میگه من گفتم چی کنم کالو خو گپای هست این کتابا. میگه من به می فکر چون در تورات نوشته بود که در انجیل که انجیل لوقا هست ای از متا هست متیوس هست نام اشخاص بود. بیایم من قرآن هم میخوانم با آن که مردم چی میگن. میگه ما آمدم شروع کردم به خواندن قرآن. ترجمه قرآن شریف رو پیدا کردم. وقتی که قرآن عظیم الشان خوانده میرم میگه دوام ترد اف قرآن. میگه وقتی که یکی بر سه قرآن خواندم میگه آمدم برای خانم گفتم که ای خانم عزیز این محمد بسیار هوشیار آدم بوده صلی الله علیه و سلم. چرا؟ میگه در کتاب از هیچ اختلافات نیست، بسیار مطالب هم منظم بیان میکنه. پس آن که پیش رفته میرم که میبینیم که یک کس دیگه هست به محمد خطاب میکنه صلی الله علیه و سلم. برش میگه که قل و اسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میگه من گفتم میخو نوشته اگر نوشته محمد صلی الله علیه و سلم می بود آل یک نفر خود در کتاب خودش برای خود خطاب نمیکنه. دیدیم که ذات بزرگ و با عظمت دیگری به محمد صلی الله علیه و سلم هدایت میده. قل بگو اعوذ برب الفلق، قل بگو اعوذ برب الناس، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قل بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم هو الله و ذاتی که الله هست احد یگانه هست. من خود کسی را که میپالیدم یافتم همینجا بود. چون من 1 سال پیش چی گفته بودم که لا اله الا الله. 1 سال بعد چی گفتم؟ محمد رسول الله. این محمد خود رسول الله هست. این کتاب محمد نیست، کتاب الله هست و محمد صلی الله علیه و سلم. اینجا الله متعال میگه ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر این پیغمبر کدام گپی را از دل خود سر ما بگوید لاخذنا منه بالیمین، از دست راستش میگیریم ثم لقطعنا منه الوتین، باز حتی رگهای شکم و شارگش برش قطع میکنیم. محمد صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، برش وحی الله میشه، چی به شکل خفی و چی. میگه مردم مرا گفتن که تو مسلمان شدی. میگه من گفتم والا مسلمان شدم. میگه مرا گفتن تو چطور مسلمان شدی؟ میگه من گفتم والا دیگر راه نداشتم. دیگر راه نبود. ساینس برام ثابت کرد الله وجود داره، ساینس برام ثابت کرد الله ذات یگانه هست و کتابا را کلش خواندم، از رو بخوان. دیدم کتابی که این خالق یکتا را با عظمتش برای من معرفی میکنه قرآن عظیم الشان است و کسی که بالاش قرآن نازل شده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تو مجبور هستی که من خیلی چی راه دیگه نداشتم که قبول نکنم. مثل که میگه من خورترک بودم، وقتی که خورد بودم کلان میشی
اول فکر میکنم ما مادرم یکی هستیم. پس آن وقتی کمک کلان شدیم گفتم نه مادرم دیگه کس است، ما دیگه کس هستم. پس آن که کمی کلانتر شدیم دیدیم که اوه اینجا این بروتکای سبز برآمده. اول کس آمد از من پرسان کرد که چرا بروتای سبز برآمد؟ والله آدم که زندگی کرده تو بروت دیگه سر میگه کم کم ریشم برآمده. اوه ماشاءالله. ها هیچ کس از پیش پرسان چرا ریش کشیدی؟ خب دیگه کشیدیم سرم کلان شد. دیگه روز اول الف وارد میباشی، باز دال وارد قات میشی، باز میموره دراز مرده میفتی. همین انسان چرا آدم میگن؟ میفهمین؟ با شما چرا آدم میگن؟ به خاطر که آدم هستیم از 3 حرف جور شدیم. نه اول الف وارد میباشی به خوب مویاکای ما رو میکسی سر جوری، باز دال وارد کپک میشی، ایست نه؟ باز کپک میشی، باز میموره تو مرده بفتی. این مرحله اول است، این مرحله دوم است، مرحله اسم ما شما آدم هستیم. کسی هست که بگه ما آدم نیستم؟ هر کسی. سال جوان است قدکت بلند است. 40 سال بعد که سالت کنیم کپک می زیر پرسان میگن کاکا چی رو گم کردی؟ میگی چی رو گم نکردم، جوانی رو گم کردم. رفت جوانی حالا هر قدر کپک بالا بریم در کجاست نیست. خب و در سوره یونس علیه السلام در آیت 7 الله متعال چی میگه؟ یک آیت قبلش بخوان. خب إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. این آیات قرآن بر ما چی رو بیان میکنه؟ بیان میکنن که یک تعداد انسان های با فکر هستن و کسای دیگه هستن که اونا در هیچ مخلوق الله نه در مخلوقات الله، نه در آسمان، نه در زمین، نه در سیارات یا هم فکر نمیکنن درباره کلام الله که قرآن عظیم شان است. در آیات قرآن هم تفکر و تدبر نمیکنن. پس این مردم کی هستن؟ یا غافل هستن. چی هستن؟ غافل هستن. پس کسی که فکر نمیکنه بزرگترین مرض غفلت است. الله متعال میگه این فی اختلاف اللیل و النهار، ای مردم یقینا که در اختلاف شب و روز و ما خلق الله فی السماوات والارض و آنچه را که الله متعال خلق کرده در آسمان ها و زمین، لآیات دلایل بسیار قوی به قدرت و عظمت و وحدانیت الله متعال وجود داره. این بر کدام قومی است؟ برای قومی که یتقون تقوا میکنن و بزرگترین تقوا تقوای فکری هست. تقوای چی هست؟ یعنی فکر خود از امراض فکری و مرضهای فکری که ما و شما بعد از این درس باز بخیر در درسهای بعدی امراض فکری را میخوانیم، از این وقایع میکنن. ان الذين یقینا کسانی که لا یرجون لقاءنا، امیدوار ملاقات ما نیستن، یعنی باور ندارن که قیامت است و باز اونجا الله را میبینیم و الله را مشاهده میکنیم و الله از ما محاسبه و حساب میگیره، صراط است و میزان است و جنت است و دوزخ. الله متعال میگه کسایی که امیدوار ملاقات ما نیستن یا باز چی هستن؟ صفتشان چی هست؟ و راضی بالحیات الدنیا، در حالی که راضی هستن به چی؟ به زندگی دنیا. میگه نمی دنیا هست، نمی خوردن هست، نمی هست چیز و اطمئنوا بها، به زندگی دنیا بسیار اطمینان پیدا کردن. میگه والله بسیار خوب چیز است، بسیار خوب زندگی است، بسیار خوب مال است، بسیار خوب شراب است، بسیار خوب فلان. والذین و کسانی که هم ایشان عن آیاتنا، از دلایل قدرت و عظمت ما چی هستن؟ غافلون، غافل هستن. این انسانایی که فکر نمیکنن، از فکر خود کار نمیگیرن، غفلت میکنن در مورد تمام حقیقت ها، اولئک مأواهم النار، جایگاهشون چی است؟ آتش دوزخ است. بما کانوا یکسبون، به خاطر که خودشانی کسب کردن. الله برشان عقل داد، از عقل خود استفاده نکردن، قوی تفکر داد استفاده نکردن، قوی تدبر داد برشان استفاده نکردن. از کل ازی در مقابل کل ازی بی تفاوت ماندن. و از همین خاطر درس نو ما و شما درباره چی هست؟ او ماشاءالله
انواع عبادات فکری هست که انشاءالله تعالی صبا باز بخیر میخوانیم درس نوه بر صبا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.